یک سوال: شما فرزندتان را دوست می‌دارید یا اینکه از حد زیاد نجات داده ایستاده‌اید؟ هر بار معلم شکایت کرد شما رفتید. هر باری که یگان پرابلم پیدا شد شما پرابلمش حل کردید. هر باری که فرزند شما خطاکی کرد شما به جای او خطاکی‌هایش را اصلاح کردید. شاید فرزند شما امروز آرام باشد، ولی وقتی که شما نیستید چی می شود؟ کودکان و نورسان به جای آن که یاد گیرند چخیل این پرابلمی حل کنند، یاد میگیرد کی کسی به من کمک کند. بعضا بهترین یاردم این نیست که جواب تیار دادن. بهترین یاردم همین که سوال دهیم تو چی فکر داری؟ شما فرزندتان را نجات می‌دهید یا اینکه از او قابلیت نجات یافتن را می‌گیرید؟ فکر خود را در کامنتاریا نویسید.